خب از اینجا به بعد هر جا احساس کردی داری اذیت میشی، اگه این اذیت شدن به نظرت سازنده بود یا ارزشیشو داشت، به ادامه پادکست گوش بده. ولی اگه حس کردی که نه خیلی رو مخو دارم عذاب میکشم، بزن بیرون، برو کاری که دوست داری انجام بده. چقدر جدی شروع کردم. خب برگردیم به 7 سال پیش، ساعت 7 شب. فقط قبل از اینکه یادم بره، سلام، خوش اومدید به پادکست خودتون. البته پادکست منه ولی به هر حال خوش اومدید. اسم من عرفانه، البته احتمالا همتون میدونید چون دوست و رفیقای خودم بیشتر به این پادکست احتمالا گوش بدن. ولی اگه منو نمیشناسید، اسم این کانال ارکسفا، ERXFA It's in a game. خب باید جدی باشم. اوکی، برگشتیم به 7 سال پیش، ساعت 7 شب و من 7 بار بود که خودارضایی کرده بودم. بازم شوخی کردم، 6 بار بود. اون شب خیلی حالم بد بود و میخواستم یه کار خیلی بد انجام بدم. برای اینکه منصرف بشم از اون کار و حالم یکم بهتر شه، دیگه به خانواده گفتم بریم سینما و اوکی دادن و رفتیم. فیلم کمدی هم قرار بود ببینیم. با خودم میگفتم اوکی الان فیلم کمدی رو میبینم، حالم خوب میشه، این احساس بدی که دارم از بین میره. تا اینکه فیلم شروع شد و فهمیدم یکی از بازیگرای اصلی فیلم آقای گلزاره. منصرف نشدم که هیچ، اینو یه نشونه هم دیدم و انگیزم بیشتر شد. برگشتیم، پدر مادرم رفتن خوابیدن، حداقل امیدوارم اینجوری بوده باشه، و من رفتم سراغ قرصای پدرم و وحشتناکترین قرصی که تو اون سن میشناختم و پیدا کردم و شروع کردم خوردن. اسم قرصه چی بود؟ جلوفن. 10 تا خوردم و یه قرص خیلی ریز صورتی گوگلی هم کنارش بود، نمیدونم شد آلپرا، نمیدونم چی از اونم یه 10 تایی خوردم. قبل از خوردن قرص تو اتاق سعی داشتم با روسری خودم رو خفه کنم. اصلا این کار خیلی عجیب غریب که احتمالا یاد یه صحنه الان میافتید. قرصا رو که خوردم به خیال خودم میخوابم و دیگه پا نمیشم و راحت میشم از این درد وحشتناک و عذاب ابدی و به زندگیم پایان میدم. نشد، نمردم. یعنی صبحش به طرز عجیبی با یک کرختی وحشتناک و به زور بیدار شدم از خواب. تلو تلو میخوردم، مثل این فیلم های کلیشه‌ای هالیوودی بیکیفیت که طرف برای اولین بار توش مواد میکشه. یه چنین حالتی داشتم. و اون روز صبح امتحان عربی داشتم، میان ترم. اصلا یکی از دلایلی که 20 تا قرص خورده بودم اینه که به اون امتحان نرسم. به خاطر هم نمیتونستم مدرسه نرم و نمیتونستم به خانواده من بگم که چه غلطی کردم. پس کیفو انداختم رو دوشم و از در خونه رفتم بیرون. کیفمو در آوردم، گذاشتم بغل آسانسور. خونه‌مون طبقه 5 بود، آسانسور همکف بود. آسانسور رو زدم بیاد بالا و ما یه حفره مانند، چاله مانند اون وسط داشتیم. یعنی وقتی می اومدی از در خونه بیرون که از داخل اون میتونستی همه طبقات رو ببینی دیگه. یعنی اگه یه توپ مینداختی 18 متر مستقیم میرفت پایین. اسمش هنوز نمیدونم چیه، به اون چاله چی میگن. آسانسور زده بودم بیاد بالا و تنها فرصتی که میدیدم برای این که تموم کنم همه چی و اونجا بودش. یعنی میگفتم خب باید بپری، ولی میترسی مثل سگ، نمیتونی نگاه کنی به پایین و واقعا وحشتناکه. پس باید یه راه دیگه پیدا کنی قبل از این که آسانسور برسه بالا. نرده های اونجا خیلی پایین بود، به خاطر همین با خودم گفتم که اگه آروم آروم رو به پشت قدم بردارم کمرمو گیر میدم و تموم. قدم اولو که برداشتم آسانسور به طبقه 3 رسیده بود. قدم دوم، قدم سوم، آخرین پلکو زدم. پلک بعدی تو بیمارستان بیدار شدم. بازم نمردم. تا 3 نشه بازی نشه. خب این داستان تو همینجا نگه داریم، بعدن خیلی باش کار داریم. بیایم یه 7 سال جلو.
تو این 7 سال خیلی اتفاقات مختلفی برای من پیش اومد. 2 سال رفتم پیش روانکاو، ارتباطاتم خیلی زیاد شدش، کلا شخصیتم خیلی تغییرات زیادی کرد و از اون حالت افسرده داغون به مرور زمان در اومدم و شدم کسی که حتی بعضی موقع به اطرافیانش سعی میکرد کمک کنه یا حالشون رو خوب بکنه. حالا کاری به اینا ندارم، یک چیزی همیشه همراه من بودش، اینکه اگه من فیلم زندگیمو میتونستم برگردونم و برگردم به 7 سال پیش، اون لحظه خاص، اون ثانیه‌ای که تصمیم گرفتم این کارو بکنم، آیا میتونستم نکنم؟ آیا میتونستم نپرم؟ میتونستم اون شب اون قرصا رو نخورم؟ یعنی میتونستم جور دیگه‌ای تصمیم بگیرم؟ و اغلب اوقات خب اکثر آدما به این جواب آره میدن دیگه، میگن آره میتونستی، همین الان میتونی این لیوانو برداری یا بر نداری. ولی این خیلی برای من مهم بود، چون سالها خودم رو سرزنش میکردم، اطرافیانم رو سرزنش میکردم و باز دوباره خودم رو به خاطر اینکه اطرافیانم رو سرزنش میکنم سرزنش میکردم. توی لوپ تکراری افتاده بودم تا 8 ماه پیش. قبل از اینکه بریم سراغ این که 8 ماه پیش چه اتفاقی افتاد، بیاین یه بار دیگه مرور کنیم. ما خیلی وقتا تو زندگیمون یه کاری کردیم یا اطرافیانمون یه کاری انجام دادن که همیشه خودمون یا اونا رو سرزنش میکنیم. یعنی میگیم این آدم میتونست اون لحظه این کار رو با من نکنه یا جور دیگه رفتار کنه. یا بعضی وقتا یه کار بدی کردیم و میگیم چرا این کارو کردی، دیگه نباید این کارو کنی. خب این تا یه حدودی سازنده به نظر میرسه دیگه، یعنی اینکه خودمون رو سرزنش کنیم انگار باعث میشه که در آینده اون کار بد انجام ندیم. ولی اینطوری نیست. این حس سرزنش ممکنه هیچ وقت از بین نره. یعنی شما یه کار اشتباهی کردید چندین سال پیش، توی سخنرانی حالا توپق زدین، به یکی فوش دادین موقع رانندگی و حالا با یه نفر بد رفتاری کردید یا هر چیزی و اون رفتار رو دیگه انجام ندادید، ولی هنوز اون حس نفرت از خودتون رو نگه داشتین. یا حالا از طرف مقابل که یه کاری با شما کرده یه نفری سالها پیش و هنوزه چسبیدین به اون احساس و یهو میبینین تو بهترین لحظات زندگیتون و تو لحظاتی که باید استفاده کامل از اون لحظه ببرید میاد سراغتون تنفر نسبت به اون آدمی که 10 سال ندیدیدش. اینجاست که یه سوالی میاد وسط، سوالی که خیلی بحث برانگیزه و جذاب صحبت کردن راجبش. اینکه آیا ما انسان‌ها اراده آزاد داریم؟ خب طبیعتا همه جواب میدن، همه که نه، اکثرا جواب میدن که آره. همین الان من میتونم این ویدیو رو دیگه نبینم یا میتونم دستمو ببرم بالا یا شروع کنم صحبت کردن یا هر کاری. من حس عاملیت دارم و حس میکنم فاعل تمام رفتارهایی که انجام میدم خودمم و غیر اینم نمیتونه باشه. این ویدیوی مقدمه‌ای بود برای ویدیوهای بعدی و ویدیوهای بعدی که قرار راجع به اراده آزاد صحبت کنیم. اینکه آیا واقعا وجود داره چنین چیزی یا فقط یک توهمه و هیچ کدوم ما اراده نداریم. خیلی جدی شد. امیدوارم حوصلتون سر نرفته باشه. البته خب بهترین پادکست زندگیتون رو گوش دادین، مگه میشه حوصلتون سر بره؟ دوستتون دارم. امیدوارم ویدیو بعدی هم گوش بدید و توی این مسیر بتونیم یه چیز ارزشمند رو اینجا بسازیم. تا ویدیو بعد، فعلا.